سلام، اینجا جنگل گلستانه. ما داریم میریم سرایی دشت. یه دوربین خراب شده و 3 تا دوربین هم باید تمیز بشن. سرایی دشت، تنگرا و صادق آباد باید تمیز بشن. این 3 نقطه دوربیناشون، دوربینا که رو دکله. با ما همراه باشید. اینجا تونل رو رد کردیم، اومدیم بیرون و نزدیک سرایی دشت تقریبا. بازم با همراه باشید که برسیم به سرایی. اینجا دیگه رسیدیم نزدیک سرایی دشت. دیگه کم کم می‌خواستیم ماشین رو بزنیم کنار و دکل هم که داریم یواش یواش شما تصویر می‌بینید. گوش سمت راست یه دکل بلند رو داریم می‌بینید. باید بریم سراغش و دوربینش رو تمیز کنیم روی دکل. اینجا اومدیم، اینه که میبینید دکل تقریبا 30 متره بالا که دوربین داره. اینجا دوباره به کار بیفته و منم اینجا دارم میرم بالا. باید حرکت کنم سمت بالا تا ببینیم چی میشه. اینم لوازم تو دکل، فیبر نوریه و یه سری لوازم دیگه مثل کانورتور و لوازمی که به فیبر نوری رفته. اینجا من اومدم بالای دکل، تقریبا اواسط دکلم دارم میرم بالا. دیگه نمیتونم دیگه من برم فعلا بالا تا برسم و دوباره بهتون تصویر بگیرم و بهتون نشون بدم. رسیدیم به دوربین. این دوربین اسپیدام خوشگل، کثیفه، باید تمیز بشه. سرای دشت، جنگل گل کردیم، اسپیدام، داریم برمیگردیم پایین. بچه ها پایین منتظرن. اینجا رسیدیم به تنگ گل. دوربین تنگ گل هم قد بود، یه نگاهی بهش انداختیم دیدیم کاری از دست ما فعلا بر نمیاد چون دوربینش خرابه و با جرثقیل بیاد. دوباره برگشتیم اومدیم تنگرا که دوربین تنگرا باید تمیز بشه و بعدم صادق آباد. دوربین تنگرا که لنزش رو تمیز کردیم. آی زیبا. اینجا خودم رو دکل. اینم دوربین. سختی های کار ما. خب دیگه تموم شدیم و الانم که اومدیم سر دوربین آخر و دوربین صادق آباد. دوربین رو تمیز کردم. اینم دیششه که ارتباط برقرار میکنه. اینم فضا و دکله که دارید میبینید.